از روزی که اون قسمت عشق ابدی اومد که داشتن راجع به کلچه صحبت می‌کردن، نام برند کلچه نادری بارها نزدیک به صدها هزار بار توی توییتر تکرار شد. یکی تو توییتر نوشته که کلچه نادری باید یه درصدی به عشق ابدی بده، اسپانسرشون اگه میشد انقدر اسمش نمیومد. راستم میگه. همین یه دونه توییت فقط توی توییتر 70,000 بار دیده شده، یعنی 70,000 بار اسم کلچه نادری هی تکرار شده، آدمو دیدن. ببین جذابیت داستان چیه؟ اینه که یک برند بدون اینکه بخواد هزینه‌ای بکنه اسمش سر زبونا میفته و این به جایی میرسه که طبق بررسی که من کردم از همون قسمت به بعد توی توییتر یک موج خیلی زیادی با تکرار کلمه کلچه نادری راه افتاده، در حدی که حتی خود یکی از بچهای عشق ابدی هم انقدر این کلمه رو تکرار کرد، خود پیج کلچه نادری اومد یه کار درست کرد و براش کامنت گذاشت زیر اون پستش. و خب این یعنی اون برند تو زمان درست رفته تو جای درست قرار گرفته تا به بقیه نشون بده که محتوایی رو بلده و میتونه از این قضیه به نفع احسنت استفاده بکنه. بهش میگیم unplanned branding باز، یعنی یه سری اتفاقایی میفته که دست خود اون برند نیست که باعث میشه اسمش سر زبونا بیفته و آدما دوباره اسمشو به یاد بیارن. یکی از نزدیکترین چیزایی که یادمونه هممون آبجوی کرونا بود که زمانی که کرونا ویروس اومد باعث شدش که فروش آبجوی کرونا چندین برابر بشه و من خودم اولین بار نام این برند رو توی همین دوران پاندمی شنیدم. ببینین که اگر یک برند بتونه یک موج سواری بکنه روی قضیه‌ای، چقدر میتونه اتفاقات باحال و جذاب براش بیفته. من تو پیجم اتفاقاتی که اطرافم میفته رو به زبون خیلی خودمونی تو زمینه مارکتینگ براتون تعریف میکنم. اگه شما هم دوست دارین این قصه رو بشنوین با من همراه باشین.